موسی از خواب برخاست و جوان را بیدار ساخت و به او گفت مهیا شو که ادامه راه را شبانه طی کنیم. ولی شیطان جوان را به فراموشی کشاند و نتوانست داستان ماهی را بیان دارد. موسی و جوان مقداری راه را پیمودند تا اینکه خستگی و گرسنگی بر آنها غلبه کرد. موسی به جوان گفت غذا را بیاور که ما در این سفر خسته شده ایم. چون یوشع خواست غذا را از زنبیل بیرون آورد، داستان ماهی و حرکت آن به سوی آب به خاطرش آمد و گفت آیا به خاطر داری که به تخت سنگ بزرگی تکیه دادیم و خواب شما را ربود؟ در همان موقع بود که ماهی راه آب را پیش گرفت و من فراموش کردم ماجرا را برای شما بازگو کنم و علت این فراموشی را فقط شیطان می‌داند. در این هنگام موسی طعم پیروزی و بوی مراد را احساس کرد و گفت این پیش آمد همان بوده است که طالب آن بودیم و آن را جستجو می‌کردیم. مهیای سفر شو تا به آن مکانی که ماهی را از دست داده ایم بازگردیم که ما به هدف خود نزدیک هستیم. موسی و یوشع از راهی که آمده بودند بازگشتند و در بازگشت برای رسیدن به مقصود از جای پای خیش مسیر حرکت را به دست آوردند. چون موسی و همسفرش به محل گم شدن ماهی رسیدند، پیرمردی لاغرندام با چشمانی گدافتاده را دیدند که آثار رسالت در جبینش نمودار است و صورت او حکایت از بزرگواری و تقوا دارد. لباس خود را به خیش پیچیده، یک طرف آن را زیر پا و طرف دیگر را زیر سر گذاشته است. سابسکرایب فراموش نشود. خود را به خیش پیچیده، یک طرف آن را زیر پا و طرف دیگر را زیر سر گذاشته است. موسی به پیرمرد سلام کرد. پیرمرد روی صورت خود را باز کرد و گفت آیا در سرزمین من اثری از صلح و سلام وجود دارد؟ شما کیستی؟ موسی من موسی هستم. پیرمرد موسی پیغمبر بنی اسرائیل؟ موسی بله پیغمبر بنی اسرائیل. ولی چه کسی این موضوع را به شما اطلاع داده است؟ پیرمرد آن کس که تو را نزد من فرستاده است. موسی دریافت این پیرمرد همان گم شده و مراد او است. پس در گفتار و کردار خود شرط ادب و تواضع را منظور داشت و گفت ای بنده صالح خدا، آیا به مردی که در راه دیدار تو رنج و سختی دیده است اجازه می دهی تا از نور علم و چراغ هدایت تو بهره مند شود و خود را پیرو و مجری امر و نهی شما گرداند؟ خضر متوجه موسی شد و بار دیگر پیمان او را متذکر و شرط او را یادآور شد و آنچه به موسی در مورد پرسش و کنجکاوی گفته بود خاطر نشان کرد و ادامه داد مگر من به تو نگفتم که نمیتوانی همراه من شوی و